بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. چرا همچین اینطوری نگاه میکنید بینندگان عزیز؟ بذارید که من عرض ادب و سلامی داشته باشم خدمت شما، بعد از اون دیگه اینجوری تلخ تلخ نگاه کنید. حتما در تعجبید که امروز چی شد که بعد از چند سال که با هم داریم سفره دل رو میریم، اولین باره که فضای سفره دل همچنین تنهایی شده و منیم و شما میتونیم با هم رازها و اون چیزهایی که نمیتونستیم بگیم در حضور جناب استاد سلیمانی بزرگوار. به هر حال هیبت استاد سلیمانی بود که به شما اجازه نمیداد هر چی که تو دلتون هست رو بپرسید و مطرح کنید و هیبت و احترامی که بنده برایشون داشتم هم مانع این میشد که اونطوری که باید و شاید شفاف با شما عزیزان حرف بزنم. حالا یادتون هست که در برنامه هایی که در مورد عشق و عاشقی و ساختن عشق و اینا می رفتیم، استاد سلیمانی قبل از من می اومد اینجا و آماده بود اما الان که یه مقدار موضوع حادتر شده، ایشون یه مقداری کم لطفی کردند و ما رو تنها گذاشتند که البته وقتی شنیدم که نمیاد گفتم بهتر که ما حداقل بتونیم با هم یه مقداری خودمونی تر حرف بزنیم. موضوع این هفته ما ریشه در عمق تاریخ داره، ریشه بسیار بدی هست، تلخی هست. برخی ها گمان میکنند که چون مسائل روز شده است و شهرنشینی و نمیدونم اختلاط و اینا باعث شده که ما به هر حال به اصطلاح با این پدیده ننگین خیانت در زندگی زناشویی روبرو بشیم، در حالی که قضیه اینطوری نیست. ماجرا برمیگرده به مرد و زن، به نیازها و خواهشات شهوانی که در افراد هست و در زنها و مردها هست، در طول تاریخ بوده و همیشه هست و خواهد موند. و راههای علاجش چی هست؟ چطوری باید با این برخورد کرد؟ اسبابی که مثلا باعث میشه که در زندگی زناشویی خیانت به وجود بیاد، گرچه که این پدیده یه پدیده بسیار کمی هست که در تاریخ رخ میده یا در محیط اجتماعی ما شاهدش هستیم. حالا قبل از این همه من بیاید اجازه بدید که یه قصه واسه شما تعریف کنم، قصه 1001 شب یا 1000 افسانه. در این قصه ما میخونیم که شهریاری که از پادشاهان ساسانی با یک مشکلی در خانوادهش روبرو شد و اون این که شاه بانو خانم به شهریار پادشاه خیانت کرد. این خیانت باعث شد که بعد از اون شهریار به هیچ زنی اعتماد نمی کرد. این به ما نشون میده که این ضربه‌ای که به فرد وارد میشه در قضیه خیانت در زندگی مشترک چقدر ضربه سنگین و حادی هست. شهریار تصمیم گرفت که بعد از اون هر شب با یک دختری ازدواج کنه و صبح قبل از اینی که به اصطلاح با اون تجربه تلخ بار دیگر روبرو بشه دستور بده که گردن این زن رو بزنن. این حکایت 3 سال طول کشید. 3 سال شبی یک ازدواج و یک دختر و صبح یک گردن که اون زن بیچاره رو میزنند و میکشتند. وزیر پادشاه مسئولیت این داشت که در کشور بگرده و دخترایی که مناسب پادشاه هستند و براش بیاره. تا اینی که دختر وزیر شهرزاد خانم این ماجرا براش سخت بر اومد که همه زنهای کشور به این صورت طعمه هوا و هوس این مرد بیمار میشن. حالا چه باید کرد؟ تا اینی که به فکرش یک فکر نابی افتاد و به پدر گفت که من میخوام که به ازدواج پادشاه در بیام. پدر وحشت کرد که دختر چه میگفت؟ گفت بله من میخوام که این ماجرا رو تمومش کنم. و بدین به هر حال ازدواج صورت گرفت و شهرزاد خانم یک کار کرد، یک کار بکر، یک کار نمونه و یک ابتکار که این
ما رو میکشونه به چی؟ به قضیه اینه که خیانت هر چقدر ضربه سنگینی باشه به هر حال باید اون طرفی که ضربه دیده رو درمانش کرد و این مسئله حل داره. و اینجا بود که شهرزاد خانم هم می اومد و برای شهریار هر شب یک قصه تعریف می کرد. قصه به این صورت می گرفت که می اومد به جایی می رسید که یک نقطه به اصطلاح بسیار حساسی، یک گرهی بود در قصه، گره گشودی می شد، می اومد به نقطه اوجش می رسید، در اونجا روز می شد و ادامه ماجرا که به اصطلاح به هر حال جالب بود و طرف رو به اصطلاح میذاشت که به اصطلاح به فکر این باشه که بعدش چی میشه، این میموند برای شب بعد. این حکایت 3 سال طول کشید. در طی این 3 سال شهرزاد خانم از شهریار صاحب 3 تا پسر شد و 3 سالی که این شهریار پادشاه انتقام گرفته بود در طول 3 سال دیگه درمان شد و این به اصطلاح مشکل حل شد. حالا حتما میفهمید بفهمید که قصه شب اول چی بود. قصه شب اول این بود که یه بازرگانی بود که میرفت به اصطلاح تجارت و اینا، در یکی از سفرهاش، آدم دنیا دیده ای بود، در یکی از سفرهاش رسید به جایی استراحت میکرد، درختی، نمیدونست که اینجا سرزمین عفریت ها و جن هاست. اونجا نشسته بود، خرمایی خورد و غذایی خورد و همین هسته خرماشو پرت کرد. هسته خرما به زمین افتادن همان و یک گرد و خاکی بلند شد و یه عفریت و یه شمشیر کشیده. چه شد؟ بله، من باید تو رو بکشم. چرا منو میکشی؟ من بیچاره بازرگانی هم برای رزق و روزیم دارم سفر میگم. نه، تو هسته خرما رو انداختید، خورد به سینه بچم در جا مرد و من باید انتقام پسرم رو از تو بگیرم. عفریت جان، من که خبر نداشتم، من چی میدونستم این حرفا چیه فلان. گفت نه، من باید گردنت رو بزنم. بعدش این شد که خب گفت که پس حالا که من کشتنی هستم و منو میخوای بکشینی، خب من تاجرم، من قرض و قرضه مردم دارم، از این و از اون پول گرفتم که برم تجارت و به هر حال اگر اجازه بدی من برم قرضام رو پرداخت کنم، با خانواده‌ام قضیه رو مطرح کنم، مال و ثروتی که اینجا اونجا دارم بهشون برسونم، بعدش میام سال آینده در همین روز من میام اینجا گردنمو بزن. به هر حال عفریته هم جنه موافقت کرد و آقای بازرگان هم رفت و اونجا حکایت رو با خانوادهش مطرح کرد و قرضای مردم رو گرفت و حساباشو پاک کرد و همه این حرفا و وصیتشو کرد و مال و ثروتش رو تقسیم کرد و اینا. اومد بعد از 1 سال سر وعده‌اش اومد که به اصطلاح گردنش زده بشه. همونجا که نشسته بود یه پیرمردی اومد، یک به اصطلاح آهوی دستش بود، اومد دید، گفت ای مرد، تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا جای نشستن نیست، اینجا سرزمین جن هاست، میدونی که اگه بیان فلان. گفت بله، منم اومدم اینجا که من کشته بشم. حکایتت چیه؟ حکایتش رو براش تعریف کرد. این پیرمرد گفت که من باید اینجا بشینم تا ببینم که چه اتفاقی میفته واسه. اینا که حرفاشون تموم نشده بود، یه پیرمرد دیگه اومد، 2 تا سگ همراهش بود، 2 تا سگ سیاه، اومد اینجا. گفت چه خبره، شما چرا اینجا نشستید؟ براش قضیه رو تعریف کردن. گفت منم باید اینجا بشینم تا ببینم ماجرا چی. اینا حرفاشون تموم نشده بود، یه پیرمرد دیگه ای سوار بر اسب اومد، گفت آقا شما اینجا چه کار میکنید؟ اینجا جای نشستن نیست. قصه رو براش تعریف کردن. گفت منم باید اینجا بمونم تا ببینم که چه اتفاقی برای شما میفته. در همین اثنا عفریته پیدا شد، جنه و شمشیر لخت تو دستش، شمشیر داره برق میزنه. اومد بازرگان رو گرفت که گردنش رو بزنه. اونا زدن زیر گریه و بازرگان و پیرمردا و اینا. پیرمردی که تو دستش با آهو اومده بود گفت آقا جنه، اگه اجازه بدید من این قصه‌ای دارم با این آهوی خودم، قصه بسیار عجیبی هست. اگر این قصه واسط عجیب بود 1/3 خون این مرد رو به من ببخش، اگه نبود گردنش رو بزن. جنه دید قصه عجیب و شگفت‌آور، گفت خب باشه، من قبول دارم. گفت میدونید حکایت چی بود؟ من
یه زنی داشتم 30 سال به اصطلاح دختر عمم بود، 30 سال باش زندگی کردم، ازش بچه دار نشدم. آخر رفتم یه کنیزی گرفتم، بعد از مدتی از این کنیز برام یه پسری اومد. بعد سفری رفته بودم، دختر عمم که قبلا جادو بلد بود و جادوگری میدونست اومد و زنمو جادو کرد شد گاو، بچم رو جادو کرد شد به اصطلاح گوساله. بعد از این من وقتی برگشتم دیدم که کسی نیست اینجا. چی شد؟ اونم گرفته بود گاو و گوساله رو داده بود به چوپون. اومدم که چی شد؟ گفت که هیچی، زنت مرد، بچت فرار کرد، من هم خبری ندارم از ایشون. بعد گفت که گفت هیچی دیگه، هیچ اتفاقی که افتاده. و بعد عید قربان اومد، رفتم پیش چوپون گفتم یک گاو خوبی برام بیار که قربانیش کنم. گاوی رو آورد، منم خواستم قربانیش کنم، دیدم گاو گریه میکنه، این ور اون ور میزنه. همون گاو زن من بود بیچاره، من که نمیدونستم. به چوپون گفتم که این سر و صدا میکنه، خودت برو بکشش. اونم کشتش. دیدیم که هیچ گوشتی ازش در نیومد، استخون و پوست. بعدش گفتم که این نشد، برو یه گوساله چله‌ای بیار. رفت گوساله‌ای آورد که پسرم بود. اونو که آورد که بکشم، دید که اونم به منو میلیسه و میوسه و گریه میکنه و زاری میکنه. نفهمیدم چه خبره. گفتم بابا اینو نمیشه کشتش، این که اینجوریه، یک گاو دیگه بیار اونو قربانیش کنیم. بعد دیگه ما کجا رفتیم اصلا؟ ما قرار نبود که حرفا رو بزنیم، بیایم رو اصل موضوع خودمون. همون قصه خیلی زیبا بود. به هر حال اگر ادامه قصه رو میخواید باید ما رو همراهی کنید تا هفته‌های آینده و مباحث دیگه. من میخواستم از این قصه به اینجا برسیم که ضربه‌ای که یک خیانت به زندگی زناشویی میزنه چقدر عمیق هست و به افراد. واسه همینه که خداوند خائنان رو دوست نداره. ان الله لا یحب الخائنین. خداوند از خائنان متنفره. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 علامت داره منافق. خائن منافقه. اذا حدث کذب، وقتی که حرف میزنه دروغ میگه. و اذا وعد اخلف، وقتی که وعده میده خلاف وعدش میکنه. و اذا اؤتمن خان، و اگر به اصطلاح یه امانتی بهش داده شد خیانت میکنه. پس میبینیم که دروغ گفتن، وعده خلافی، خیانت، اینها هر ستاش در خیانت زندگی زناشویی هست. پس کسی که در زندگی زناشویی به اصطلاح خیانت میکنه در واقع یک منافق به تمام عیار هست، حالا چه مرد باشه چه زن باشه. و در زندگی مشترک میبینیم که نقش مهم یک عنصر سومی همیشه در زندگی خیلی فعال است. یه زن است و یک مرد، حالا بچه داشته باشند یا نداشته باشند، یک نفر سومی همیشه اونجا پل میزنه. اون نفر سوم کی هست؟ اون یه جوجه شیطان بسیار به اصطلاح ورزیده است. در حدیث داریم که شیطان، اون سرکرده شیطانا، میاد و اون به اصطلاح عرشش رو میذاره روی آب و این بسیجی‌ها، جوجه بسیجی‌های به اصطلاح شیطونکش جمع میشن، میان به اصطلاح گزارش میدن که آقا چیکار کردید. هر کسی میاد گزارش روزش رو میده که آقا من این کار کردم، فلان کردم، فلانی رو با فلانی دعوا انداختم، رفتم فلانی رو وسوسه کردم، دزدی کرد، فلانی رو این کار کردم، شراب خورد، فلانی رو این کار کردم، نماز نخوند و آقا شیطان کله گنده، بهش زیاد واسهش به اصطلاح جالب نیست. به هر حال کارهایی که کردن زیاد به عشق اون نیست. بعد یکی از این شیطونای فرز میاد میگه که من رفتم فلانی رو با زنش به اصطلاح دعوا انداختم، در فلان خانواده بین زن و شوهر من دعوا انداختم. اینجاست که دیگه شیطون کیف میکنه. دعوا انداختن در یک خانواده، یک مشکل خانوادگی، یک مشکل اجتماعی در کیان خانواده به وجود آوردن، این بزرگترین وظیفه یک شیطان فرزه. خب این داره انجام میگیره و در به وحشتناکترین به اصطلاح تصوری که ما داریم در زندگی زناشویی خیانت هست. خیانت بود که شهریار رو باعث شد که این پادشاه 3 سال آزگار شب یه زن رو گردن بزنه. ببینید چه فشار روحی روانی بر این فرد اومده که به اصطلاح زنش خیانت کرد، اون چقدر
ضربه روانی دید که این ضربه 3 سال آزگار این داشت به اصطلاح دختر میکشت، اما اون لطمه ای که دیده بود به اصطلاح اون درمان پیدا نکرد، تا اینی که یه خانم دیگه اومد تو مسیر زندگی، شهریار خانم اومد و 3 سال ایشون کار کرد، اونم یک کار بسیار دقیق و برنامه ریزی شده، یک کار بسیار مهم از نقطه نظر به اصطلاح روانی و عاطفی، تونست به اصطلاح عشق اون فرد رو 3 سال عشق زنده نگه داره، 3 سال برایش 3 تا فرزند بیاره که این خودش بیانگر اون فضای عشق و محبتی هست که در این خانواده هست و 3 سال این فرد رو قطره قطره به اصطلاح درمان کنه با یک به اصطلاح اعتماد به نفس جدید دادن. چرا که در به اصطلاح قصه یک خیانت طرف یه لطمه بسیار شدیدی میخوره، میبینیم که فرد اعتماد به نفسش رو از دست میده، حتما من فرد لایقی نبودم که به من خیانت کرد، حتما من مناسب نبودم، اون کسی بود که به اصطلاح خودش رو یک تاز میدون میدونست که من بهترین شوهرم، من بهترین زنم، من بهترین خانواده رو دارم، من در مبنای یک عشقی این خانواده رو درست کردم. الان میبینی که نه، اینا همش باد هوا رفت، اعتماد به نفسش رو از دست میده، خودش احساس میکنه که نمیتونه رو کسی اعتماد بکنه. اعتماد ببینیم که این پادشاه نمیتونه به هیچ زنی اعتماد کنه، هر روز یه زنی رو گردن میزنه. خب و با شهریار هم که طی میکرد قضیه این نبود که به اصطلاح روش اعتماد داشت، بلکه قضیه این بود که اون شوق و انگیزه ای که باعث میشد این زن در اون میکاشت که این رو به اصطلاح تا شب دیگه نگه داره، تا ادامه این ماجرا رو بشنوه. خب این یک به اصطلاح انگیزه خارج از محیط عاطفی زناشویی بود تا کم کم تونست این فرد رو به سرمنزل به اصطلاح یعنی نرمالش کنه که بتونه زندگی رو به اصطلاح مدیریت کنه. حالا ما در این فضایی که احتمال بحرانش هست، وقتی میبینیم که آقا چه چیزی باعث میشه که این لطمه و این ضربه به زندگی زناشویی بخوره و چرا این قضیه اتفاق بیفته، قضیه‌ای که در واقع سخت‌ترین و زشت‌ترین جنایتی هست که در زندگی زناشویی میتونه به وجود بیاد و یک جنایتی هست که به هیچ عنوان نمیشه اون رو به اصطلاح براش بهانه‌ای ساخت. طرف رفته دزدی کرده، خب میشه اینور اونور بگیم آقا فقیر بود، نمیدونست، نیاز داشت فلان، یه بهانه‌ای واسش بتراشیم. اما قضیه به اصطلاح خیانت زناشویی یک معضله اجتماعی و یک بحران خانوادگی است که به هیچ عنوان هیچ تفسیری ما براش نداریم. نمیتونیم به اصطلاح بگیم که آقا چون این اتفاقی افتاد پس این طفلکی حق داشت همچنین کاری رو بکنه. اینو هیچ که نمیگه، نه در هیچ دینی، نه در هیچ مرام اجتماعی، نه در هیچ جامعه‌ای، حتی هر چقدر که به اصطلاح اون جامعه فاسد شده باشه، که کسی برای به اصطلاح خیانت نمیتونه به اصطلاح یه بهانه‌ای بتراشه. در ثانی حالا این خیانت چی میتونه باشه؟ خیانت بنا به فرهنگ‌های مختلف میتونه معانی دیگه، فرهنگ‌های اجتماعی نه، فرهنگ‌های فردی و خانوادگی، میتونه موارد مختلفی رو ما خیانت بشماریم. اولا این رو در نظرمون داشته باشیم که در خیانت زناشویی یک نقطه‌ای که بسیار های اهمیت هست و باید به اصطلاح زیرش یک خط قرمز بکشیم و اون اینی که خیانت به فرد نیست. خیانت در واقع خیانت به عهد و پیمان و میثاق خدایی است. در زندگی زناشویی چه اتفاق افتاد؟ در زندگی زناشویی وقتی که عقد کردن، عقد عبارت از این بود که هر یکی از طرفین می اومد با خداش عهد و پیمان می‌بست که بار الها من قسم می‌خورم که این طرف مقابلم رو، شوهرم رو یا زنم رو، این رو خوشبختش کنم، هیچ شرط دیگه اونجا من ندارم. اگر من رو با این فرد حلالم کنی
ما حلال همدیگه بشیم، من این رو خوشبخت میکنم بدون هیچ گونه شرط و شروطی. شوهر این رو امضا میکنه، مرد این رو امضا میکنه. الان وقتی که به این عهد خیانت شد، در واقع خیانت به خداست. حالا خیانت چی هست؟ خیانت آقا ببینید، یه مرد و زنی با هم دو تا بودن شدن یکی، گره خوردن. الان هر چیزی، هر موردی که باعث بشه این مرد خشمگین بشه یا این زن خشمگین و ناراحت بشه از طرف دوم، این خیانت است. ما دوتا یکی شدیم، هر چیزی که این رابطه یکانگی ما رو از هم جدا کنه، این اسمش خیانته. حالا این خیانت میتونه در زنها، خیانت در بدترین حالتی که براشون پیش میاد، خیانت چی است؟ خیانت ضعف رابطه عاطفی است. وقتی که شوهر میاد یک رابطه عاطفی با یک زن دیگه برقرار میکنه، حالا این رابطه رسید به مثلا مسائل حاد فیزیکیش هم آمیزشی صورت گرفت، زنایی، فحشایی صورت گرفت یا نگرفت، همینی که رابطه این مرد با یک زن، رابطه عاطفیش غیر از همسرش یه قدرت گرفت با یک زن بیگانه، این برای زن یه چیز نابخشودنیش که نمیتونه ازش در بگذره. برای مرد قضیه فرق میکنه. هر وقت مرد دید که زنش همه این موارد، مثلا رابطه عاطفی برقرار کردن با مرد دیگه، خندیدن، نمیدونم، همه اینا میتونه برای مرد به اصطلاح خیانت تلقی بشه. اما وقتی که دید این زنش رفته با یه مرد دیگه رابطه فیزیکی برقرار کرده، رفته با اون عمل فحشا رو انجام داده، هم بستر شده، این یک گناهی هست که مرد نمیتونه از اون چشم پوشی کنه و نمیتونه اون رو ببخشه. پس خیانت خیلی میتونه حساس باشه و خیلی میتونه چیزای در ظاهر، بسیار در مثلا محیط روستایی اگر یه زنی با یه مردی خلوت کرد، تپچ کرد، این برای خیانت محسوب میشه. خب در مثلا محیط شهری یا در بعضی از فرهنگ‌های شهری شاید این زیاد چیز چشمگیری نباشه. چت کردن با مرد یا زن بیگانه این خیانت هست. اصولا کسایی که به اصطلاح می‌بینیم که میخوان با زنها و مردها، یا مردهایی که میخوان با زنها یا زنهایی که با مردها در اینترنت و چت و اینا رابطه برقرار میکنن، اینها دچار یک نوع فقدان عاطفی هستند، یه نوع ضعف عاطفی دارن. حالا جوونی هست مثلا مادرش نتونسته خوب بهش محبت نشون بده، خوب پسرش رو به آغوش بگیره، دلسوزیش رو بهش نشون بده، محبت و عشقش رو بهش برسونه، باعث شده که به اصطلاح دنبال محبت در جای دیگه باشه. یا زنی هست یا مردی هست که این فضای عاطفیش در خانوادهش کمرنگه و به اصطلاح به این مورد رسیده. حالا این یکی از موردش هست. فضای به اصطلاح رفیق و رفقایی که هست، این هم میتونه مؤثر باشه. همه اینها رو بذاریم کنار. چیزی که مهمترین نقطه است، این باعث میشه که افراد به این منجلاب نزدیک میشن. مهمترین نقطهش ضعف فرهنگ دینی در فرد هست، ضعف رابطه فرد با خداست. ببینید ما نمیتونیم یه فردی رو بذاریم یه شلاقی تو دستش بدیم که آقا مواظب این زن یا این مرد باش که کج نره. اون چیزی که باعث میشه که فرد چپ نره و منحرف نشه، اون یک نوع رقابت و یک نوع نظارت داخلی است و اون نظارت داخلی رو ایمان فرد به خداش به وجود میاره. فرد بر مبنای اون ایمانی که به خدا داره خودش رو کنترل میکنه و از راههای فساد و فحشا دوری میکنه. با توجه به یک پایبندی هایی که داره، نمازی که میخونه، نماز اون رو از فحشا و بی‌بندوباری دور میکنه. با توجه به اون فضایی که درش زندگی میکنه، دوستان، اطرافیان، مسجد، محیط زندگیش، این باعث میشه که از خیلی از فحشاها و بدیها و زشتیها دوری کنه. این مورد اگر در فرد کمرنگ بود، ایمان در خانواده کمرنگ هست،
در نتیجه چه اتفاق میفته؟ هیچی دیگه. اون خانواده رو میبینیم که مثلا روابط اجتماعیشون با افراد ناباب امثال خودشون زیاده. هرچه افراد ناباب میشن به همون اندازه تنش و خیزش به سوی گناه بیشتر میشه. در عین حال پایبندی های مذهبیشون، باورهای مذهبیشون کمرنگه. در نتیجه پوشش اسلامی درستی اینا کمه، خلوت زیاده، بگو بخند با هم دیگه زیاده. اینها همه فضا رو برای شیطان که وسوسه کنه و افراد رو در چشم هم دیگه زینت بده زیاد به اصطلاح پررنگ میشه. یکی این مورد. یه مورد دیگه هست که خانواده ها متاسفانه خیلی وقتا بهش توجه نمی کنند و اون اینی که وقتی که ازدواج صورت میگیره بنا به خواست پسر دخترها اونا رو ازدواج میدن که به اصطلاح قبلا روش بحث شده، ازدواج‌های اجباری. این ازدواج‌های اجباری که به اصطلاح نتونستند خانواده ها رضایت دختر پسرها رو به دست بیارن واسه همدیگه اینا رو آماده کنن، خب این بعدها شیطان میاد روی این سرمایه گذاری میکنه، از کاهی کوهی میسازه، اینها رو کم کم از همدیگه جدا میکنه و این به هیچ عنوان نمیتونه بهانه باشه و نمیتونه. ببینید وقتی شما تا قبل از ازدواج، این رو به همه جوونا دارم میگم، تا قبل از اینی که عقد صورت میگیره شما طرف مقابل خودتون رو نمیخواید، میلتون به هر صورتی که شده این ازدواج رو به هم بزنید. خب میخوای خودت رو برو از سر کوه بنداز پایین، هر بلایی سر خودت میخوای بیاری، نمیدونم دعوا میخوای را بندازی، هر کاری که دلت میخواد، هر اهرامی که میتونی استفاده کنی استفاده کن، حقشته. اما وقتی که ازدواج صورت گرفت دیگه به هیچ عنوان هیچ بهانه ای نداری که بیایی در این ساختمان جدید کوچکترین خدشه‌ای وارد کنی. این خانواده جدید هست، شما اومدید امضا کردید که این فرد رو خوشبختش میکنی. وظیفت الان اینه که این رو خوشبختش کنی، چه دوستش داری چه دوستش نداری، دراز، کوچیک، چاقه، رنگش خوبه نیست، بده، خوبه، هر چی که هست. الان شما اومدید در یک معاهده جدید. حالا چه فشارهایی روی شما بود به من مربوط نیست، به این خانواده مربوط نیست. این طرفی که اومده برای خواستگاری شما، برای این زندگی مشترک، این با یک عشق و علاقه و ساختن یک خانواده اومده، نه اومده که شما به خودت اجازه بدی که چون پدر مادرت فشار آوردن، چون شما کم خم کردی روی فشارهای دیگه، شما به اصطلاح به خودت حق بدی که این خانواده رو به هم بزنی. پس هر گونه برهم ریختگی خانواده، حالا چه بر مبنای به اصطلاح بی‌بندوباری اخلاقی باشه، چه بر مبنای فشارهایی که در ابتدای ازدواج به اصطلاح بوده، هر چی که بوده، این به اصطلاح میتونه فضایی باشه که شیطان روش سرمایه گذاری کنه و افراد رو به خیانت واداره. یه مورد دیگه هم که خیلی مهم هست و اون اینه که شما با هم شدید یکی. حالا که یکی شدید نباید دیگه از هم دیگه جدا بشید. بعضی از سفرهای طولانی و جدایی هایی که در بین زن و شوهر اتفاق میفته، حالا چرا اتفاق افتاد؟ مرد میره دنبال کار، مرد میره سربازی، میره تحصیلات، نمیدونم هر چی موردی که هست، تا حدالامکان باید سعی بشه که اینا از هم جدا نشن. سربازی میری، آقا کجا فرستادن سنندج، خب زن تو هم با خودت ببر اونجا، یه خونه‌ای بگیری، کلبه‌ای بگیر، به هر صورتی که هست. به اصطلاح زندگی به هر حال زندگی سربازیه دیگه، باید سپریش کرد. سختی هست تو زندگی، فقر هست، ناداری هست، مشکلات هست، نمیدونم پدرت تو شهر دیگه است، مریض، تو مجبوری باشی، خب زنت رو هم ببر. آقا خونمون تنگه، نمیدونم خونه تنگه، یک خیمه بزن توی حومه شهر زیر درختی. به هر حال این جدایی رو به اصطلاح به وجود نیار. و اگر باید و شاید دیگه باید جدا می شدید برای یک به اصطلاح مسائلی به وجود میاد، مشکلات خانوادگی، به هر حال تحصیلات و غیره، حد اکثر به اصطلاح تلاشمون این باشه که این جدایی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، از 4 ماه به هیچ عنوان به اصطلاح تجاوز نکنه. چون که این مسائل به اصطلاح
فطری هست، نیازهای عاطفی هست. وقتی که این نیازها بروز میکنه و فرد در این جانب احساس گرسنگی میکنه، خب شیطان هم که نمرده است و میتونه به اصطلاح فضا رو به اصطلاح بحرانی کنه. و اختلاف به اصطلاح فرهنگی، اختلاف عمر در بین به اصطلاح زن و شوهر وقتی نمیتونن نیازهای همدیگر رو برآورده کنن هم میتونه از جمله مسائلی باشه که فضا رو به اصطلاح مهیا میکنه برای وسوسه های شیطانی، برای رفتن به خیانت. در هر صورت اسباب و عللی که باعث میشه که زنها به مردها خیانت کنند یا مردها به زنها خیانت کنند، اینها رو هم با هم بعد از این میان برنامه مرور میکنیم. در عین حال انشالله که شما با ما هستید و قرار بر این شد که مسائلی که دارید رو مطرح کنید. اون چیزی که به اصطلاح در توان باشه اینجا انشالله با هم رک و پوسکنده در نبود استاد سلیمانی این مسائل رو با هم رک و پوسکنده انشالله مطرح میکنیم. عزیزانی که سوالاتشون رو میفرستند هیچ نیازی نیست که نام خودشون رو ذکر کنند. یه میان برنامه میگیریم و همراه با شما عزیزان برنامه رو ادامه میدیم و اگر سوالاتی هم رسیده بود با هم مرور میکنیم. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان
وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران و از اینی که با برنامه خودتون همراه هستید و ماشاءالله سوالاتون رو هم فرستادید کمال سپاس رو دارم. انشالله که بتونیم به برخی از این سوالاتون جواب بدیم. اما برخی از عزیزان خیلی لطف دارن زندگی نامه واسه ما می نویسند. عزیزان اصل موضوع رو مطرح کنید، سوالات طولانی. حالا من کی میخوام این سوالاتی که مثلا یه صفحه آچار رو شما پر کردید رو بخونم در این مدت. اما البته اینها رو که طولانی هست رو در برنامه‌های آتی انشالله با هم مرور میکنیم. عزیزانی هم که سوالاتشون خیلی خاص هست و نمیخوان که به اصطلاح در جلسه خودمونی که هستیم برای مطرح بشه هم میتونن سوالاتشون رو روی واتساپ برنامه بفرستن. انشالله اونها رو جوابهاشون رو هم میدیم. بعد از برنامه تا مدت نیم ساعت دیگه هم بنده انشالله در خدمت شما در استودیو خواهم بود. عزیزانی که تلفنن یا راههای ارتباطی دیگه‌ای که به اصطلاح زیرنویس میشه با ما در تماس میخوان در تماس باشند، بعد از برنامه هم به مدت نیم ساعت انشالله در خدمت این عزیزان هم خواهیم بود. و اونهایی که سوالاتشون بسیار محرمانه است هم مسائلشون محرمانه است و نمیخوان مطرح بشن هم این رو در واتساپ ذکر کنن که جواب رو به صورت صوتی برای خودشون بفرستیم. عزیزی فرمودن که من مدتی با یه دختر دوست بودم، اونم تلفنی، خیلی رو هم آسوده نبود چون همش گناه بود و دام شیطان. بعد ازش خواستم دیگه به هم فکر نکنه. خدا خیلی ناراحت شد و مرا دعا کرد، یعنی نفرینش کرد. حالا دیگه چند سال اصلا باهاش هیچ رابطه‌ای ندارم، ولی هر چه فکر میکنم دعاش منو گرفته. میخوام بهش زنگ بزنم و ازش حلالیت بخوام و دعاشو پس بگیره و بگم به خاطر خدا هم شده منو از ته دل ببخشه. های لازم است زنگ بزنم یا نه؟ عزیز گل، این هم یکی از وسوسه های شیطانی است که میخواد شما را گول بزنه. شیطان دونست که شما یه مقداری انسان خدا ترسی هستید، انسان پایبندی هستید. الان میخواد از این راه وارد میشی که آقا نفرینش تو رو گرفته ها، برو از ته دل ازش معذرت خواهی بخوا. نه خیر، نه بهش به اصطلاح تلفن کن، نه ازش معذرت خواهی بخوا و نه هم فکر این باش که نفرینش تو رو گرفته. شما یک اشتباهی کردید، اشتباه دو طرفه بود، هم شما گناهکار بودید هم ایشون، هر دوتاتون کار اشتباهی میکردید. به هر حال دزدی از تو راهزنی. اگر واقعا شما ایشون رو میخواهید، خونه داره، خونهش هم در داره، پدر مادر داره، رسما برو ازش خواستگاری بکن. اگر نمیخوایش دیگه هیچ، نه بهش تلفن کن، نه ازش معذرت خواهی بخواه، نه یک رابطه دیگه رو به اصطلاح
طرح ریزی بکن. این شیطانه که به شما رو وسوسه میکنه، شما بیاین معذرت خواهی بکن، نه من اشکالی نداره فلان و سلامی و کلامی و بعد هم موعد و لقا و بعدش هم کار به جای باریک میکشه. اگر قسم خوردی این قسمت باد هوا، هیچ ارزشی نداره. اگر نمیدونم نفرینت کرده، نفرینت رو باد برده، چیزی ازش نمونده. فکر نکن که هر گونه شکستی یا مشکلی در زندگیت به وجود میاد سببش اون نه بابا، اون که اگر کاری میتونست بکنه واسه خودش میکرد. خب اشتباهی در زندگیت به وجود میاد، یعنی مشکلی برات پیش میاد، این سببش خودش هستی. یه مورد هست اینجا که اون وسوسه‌ای که تو دلت هست که آقا من خیانت کردم، من بد کردم، من نمیدونم فلان، این چیزایی که ما به خودمون میگیم، بارهای منفی که به خودمون تلقین میکنیم، این به معنای اینه که آقای بار منفی بفرما بیا پیش من. وقتی که شما میگید که من خیانت کردم، یعنی اینی که جسمت برنامه ریزی میشه بر اینی که تو یه خائن هستی، تصرفاتت، سلوکت، رفتارت، گفتار خائنانه میشه. نه خیر، شما توبه کردید، پس شما رو خداوند بخشیده، شما پاک شدید، دوباره دیگه نزدیک اون گناه نرید. و یکی از علامت‌های قبولیت توبه اینه که دوباره پیش اون گناه نرید و بهش فکر هم نکنید. سوالی داشتم، آیا اگر شوهری به زنش بدبین باشد، الله شاهد است که زن پاک است ولی شوهرش بدبین بددهن است، حتی بچه‌ای که دارند شوهر اون رو قبول نداره، با چنین مردی زندگی میتوان کرد؟ بله، زندگی میتوان کرد که شرف حیای یک زن رو زیر سوال میبرد. شما رو به الله یک راه درست نشانم دهید. آیا الله خودش نگفته که عزت و شرف و آبروی یک انسان از خانه من بیشتره؟ خبر ندارم که آیا خدا من همچین حرفی رو زده، تو قرآن که نیست. آیا اینقدر آسان شرف حیای شرف یک انسان به آسانی زیر سوال برود؟ آیا این درست است تا که تحمل، تا که با همچنین انسان پستی زندگی، تا که صبر حرف حق را بگوید تا دل سر نشد؟ آیا طلاق حق من است؟ نه خیر، حق شما نیست. آیا آن بچه فردا که بزرگ شد از خودش عزتی دارد؟ بله دارد، که یک انسان پست فطرت، انسانیت. دارید خواهر عزیز داغ کردید، موتورتون داغ کرده، دارید کج میرید، نمیدونم این فحش و بد و بیراه نیاز نبود که بگید. شما نیاز دارید که ببینید عزیز من، وقتی که یک مشکل خانوادگی پیش میاد، الان شما صاحب مشکل هستید، خودتون الان دارید مشکل رو بیان میکنید و عصبانیت شما مشخصه. این گونه نمیشه مشکل رو حل کرد. مشکل رو با عقلانیت حل میکنن، نه با عصبانیت. در عصبانیت عقل میره کنار. شما تصور کن که همین مشکل برای زن همسایت پیش اومده و اومده پیش شما، به اصطلاح از شما مشورت میخواد. اون وقت چطور بهش مشورت میدید؟ اون مشوره ما به شماست. اولا اینی که آیا این فرد میشه درستش کرد؟ بله. اینی که اون شوهرت به اصطلاح کار بدی میکنه، خیلی کار بدی میکنه، خیلی حرف زشتی میزنه، خیلی تصرفش زشته، درست نیست، گناه کبیره است که به شما تهمت بزنه. اگر بره به اصطلاح دادگاه بر علیه شما شکایت کنه، خودش محکوم هست، چون هیچ دلیل و برهانی نداره. یه موردی رو نیاز هست که به آقایون اینجا مطرح کنم. ببینید، اصولاً زن دنبال فحشا نمیره. زنی که شوهر داره، از نظر عاطفی اشباع شده است، محیط خانوادگیش یک محیط به اصطلاح بی‌بند و بار نیست، نباید روی اون زن اصلا شک کرد. چرا؟ چون که طبیعت خلقت زن، خداوند متعال زن رو اینطور آفریده که تعدد پذیر نیست. زن دنبال به اصطلاح چند مرد نیست، یه مرد داره، یه شوهر داره، به اصطلاح در فکرش هم نیست. برعکس مرد، اصولاً همه مردها اصولاً در فکر زن دوم هستند. به اصطلاح حالا دستشون نمیرسه یا بنا به مواردی فکر به اصطلاح نمیخوان بگن که در فکرش هستند، یا به اصطلاح جرأتش رو ندارند، یا فضای فرهنگی جامعه اینطوری ساخته شده. اما اصولاً در پی تعدد هست. یعنی اینی که مرد خیانت بکنه، به که زن دیگه چپ نگاه کنه، نمیدونم با کسی چت بکنه، با یک زنی نمیدونم حرفای شیرین بگه، این خیلی خیلی
زیاد هست. اصلا انسان انحراف به اصطلاح به صورت به طرف مقابل رفتن زیاد داره. حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کتب لابن آدم حظه من الزنا، هر فرد از انسان یه بگونه‌ای یه بهره ای از زنا میبره، حتما همین بهره رو میبره. حالا چطور میبره؟ یکیش با چشم چپ نگاه میکنه، یه بار دو بار حسب به اصطلاح ایمانش، یکی از که ایمانش خیلی قویه یه بار این لغزش ازش صورت میگیره، یکی هست که با ضعیفتره و بیشتر میره پیش میره. یه موردی هست که به اصطلاح کسی هست که با گوشش حرفای نمیدونم عاشقانه میگه، میشنوه، نمیدونم به طرف یک جایی میره که سرکی بکشه، به هر حال یه گونه این لغزش ازش صورت میگیره و در مردها زیاد هست. مردها با عینک خودشون به زنها نگاه میکنند که این مشکل براشون پیش میاد. وقتی فکر میکنند که چون من تمایل شهوانیم زیاد هست پس زنها اینطور هستن، نه خیر، اینو خیالتون راحت کنم، زنها هر 5 روز یه بار فکر شهوانی یا لذت شهوانی به ذهنشون میاد. مردها هر روز 5 بار به این فکر میافتن، یعنی 5 بار، هر مردی 5 بار حداقلش به فکر اینه که به اصطلاح یه زنی کنارش باشه یا در فکر به اصطلاح غذای شهوانی یا عاطفی باشه، و در حالی که زنها هر 5 روز یه بار. خب پس این قضیه یه قضیه‌ای هست که به اصطلاح چون مردها خودشون اون نقطه ضعف دارن به این صورت به زنها نگاه میکنن و بعداً هم این مورد پیش میاد. و یکی دیگه هم این موردی که خود مرد، افرادی که غالباً رو خودشون اعتماد ندارن، افرادی که خودشون لغزش هایی دارن، باعث میشه که به زنهاشون مثلا بدبین باشن، یا افرادی که در فضای فرهنگی این چنینی دارن رشد میکنن، یعنی در یه فضایی بوده که مثلا مادر اون خانواده مشکل داشته، خواهر اون خانواده مشکل داشته، یا فیلم‌های مبتذل نگاه میکنه که همه اینها بارهای منفی به اون تلقین میکنه و خانه خودش رو، همسر خودش رو بر اونها قیاس میکنه، که اینها همه کارهای اشتباهی است که باید دوری ازش بکنه و سعی کنه که فرهنگ دینی خودش رو بالا ببره. حالا برگردیم با اجازه بینندگان عزیز که به اصطلاح سوالهای طولانی به اصطلاح نوشتن، برگردیم به مسائلی که باعث میشه که احیانا زنها خیانت کنند به شوهرهاشون. ببینید یه مورد رو راست و پوست کنده بهتون بگم عزیزان من، اون چیزی که شما میبینید از دیگران ظاهر دیگران هست و ما همیشه ظاهر زیبا به همدیگه نشون میدیم. حالا اگر شما 1-2 ساعتی پیش منو میدیدید تو به اصطلاح خونه، شاید موهام همچنین ژولیده پولیده بود، شاید لباسام همچنین ژولیده پولیده بود، اما چون اومدم به اصطلاح استودیو جلوی شما به اصطلاح میشینم، خودم رو مرتب کردم، رفتم به اصطلاح دوش گرفتم، موهامو مرتب. این ظاهر منه که شما میبینید، پشت صحنه رو یه چیز دیگه هست. ما در زندگی زناشویی پشت صحنه خودمون رو میبینیم، همدیگر رو در غیر از ظاهر میبینیم، دیگران رو فقط ظاهرشون رو میبینیم. اینه که به ظاهر دیگران گول میخوریم، فکر میکنیم که همیشه اونا اینطوری هن. اینطوری نیست. اما چون که زن خودمون رو، شوهر خودمون رو میبینیم که آقا همیشه گل نیست، بعضی وقتا خاره، خب به هر حال یک مقداری دل سرد میشیم. دیگران رو همیشه گل میبینیم، خار بودنشون که خیلی بیشتره، عیب و ایرادهایی که دارن که بیشتر از عیب و ایرادهایی که ما تو خانواده خودمون داریم، اونا رو نمیبینیم. این یکی از مسائلی هست که خیلی از زنها گول میخورن. خیلی از زنها حسادتشون میشه به شوهرهای دوستای دیگهشون. چرا حسادتشون میشه میدونید؟ چون که اون دوستای دیگهشون دوستای عاقلی هستن. دوستای دیگهشون فقط خوبیهای شوهرشون رو میبینند، بدی‌ها رو میبینن اما به رو نمیارن. خوبی‌ها رو میبینن، خوبی‌ها رو تعریف میکنن، در نتیجه شوهرشون گل است، دیگرها حسودیشون میشه. شما بدی‌های شوهرت رو میبینی،
خوبی‌هاش کم رنگ‌تر میشه، در حالی که شاید خوبی‌های شوهر شما 100 برابر خوبی‌های شوهرهای دیگه باشه. اینه که حسادت یکی از مسائلی هست که باعث میشه بعضی از زنها انحراف پیدا کنند، باعث میشه که با بعضی از مردها رابطه عاطفی یا رابطه نمیدونم چت و خوبه و حرفا و لبخند و به اصطلاح جوک و نمیدونم کم کم به مسائل تاریک‌تر به اصطلاح باریک‌تر میرسه، این به وجود بیاد. یه موردی که هست اینه که برخی از زنها بنا به رشدی که در یک فامیلی داشتن که یا خانواده‌ای داشتن که مادیات در اون خانواده حرف اول رو میزن، الان این فرد اومده در یک خانه‌ای که در اون یه مقداری وضع اقتصادی خوب نیست، اینه که میبینیم که مثلا احیانا به خاطر مسائل اقتصادی مثلا با مردهای بیگانه‌ای به گونه‌ای رابطه برقرار میکنه، یا اینی که از اون به اصطلاح مسائل عاطفی شوهرش ارضا نمیشه، شوهرش مریض هست، شوهرش نمیدونم یک مشکلی داره، نمیخوان که این مشکل رو حل کنن، خجالت میکشن، نمیدونم روشون نمیشه فلان از این حرفا. ببینید عزیز من، در زندگی زناشویی یه زندگی دو طرفه است، یک اتفاق دو طرفه است. شما هر وقت این حق رو دارید که بنا به اصطلاح مشکلاتی که هست از شوهرت جدا بشی، همونطور که شوهرت این حق رو داره. این به این معنی نیست که من به شما رو تشویق میکنم که جدا بشید. میخوام بگم که شما مجبور نیستید که در یک فضایی باشید که اونجا خیانت کنید. اگر مثلا شوهری هست که مسائل به اصطلاح بنا به یک بیماری اصلا قدرت برقراری روابط زناشویی رو نداره، این زن اختیار خودش هست که از این شوهر با این شوهر ادامه زندگی بده یا از این شوهر جدا بشه، اما به هیچ عنوان این اجازه رو نداره که به اون خیانت بکنه. خب اینه. و حتی اگر میخوای که جدا بشی حقت هست، اما باید این رو گام به گام پیش بری، ببینی که از این که جدا شدی وضعیتت بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد. از این به اصطلاح فضا بیرون رفتی کجا میخوای بری؟ تو صحرا میخوای بری یا نه توی فضای بهتر از اینی به اصطلاح میتونی زندگی کنی؟ این مسائل رو همه رو سبک سنگین کردن، مشوره کردن با اهل رأی و اهل عقل و اندیشمندانی که شما رو دوست دارند و آدمای عاقلی که به اصطلاح آینده شما براشون مهم هست، این مسئله رو به اصطلاح حل کنید و به هیچ عنوان حق ندارید که به اصطلاح خیانت بکنید. مسئله دیگه ای که به اصطلاح برای زن خیلی مهم هست و اگر اتفاق میفته به اصطلاح احیانا باعث میشه که برخی از زنهایی که شخصیت ضعیفی دارن اونها مورد در این با طلاق بیفتن، اینه که یک زن در یک خانواده امنیت میخواد، احساس امنیت و محبت میخواد. اگر امنیت و محبت رو در فضای خانوادگی نداشت، احساس به پوچی میکنه، احساس به بیهودگی میکنه، احساس میکنه که هیچ جایگاهی اینجا نداره و این باعث میشه که فضا برای شیطان باز بشه تا اون رو تحریک کنه به اصطلاح انحراف اخلاقی. سفرها و روابط به اصطلاح تنگاتنگ با نامحرم داشتن، خلوت یا سفرهای تنهایی بدون محرم، فضای به اصطلاح آموزشی که بسیاری از دخترهای جوان رو به اصطلاح میفرستیم به شهرهای دیگه به بهانه نمیدونم تحصیلات و اینها و این مسائل رو خانواده ها مد نظر نمیگیرند و یه وقت میبینن که دخترشون خراب شد یا پسرشون منحرف شد. اینها باید خانواده ها این رو مد نظر بگیرند و به اصطلاح روش با دقت این مسائل خانوادگی رو، این مسائل رو مد نظر داشته باشن. قضایی هم هست که باعث میشه که بعضی از جوانها منحرف بشن یا مردها. یکی از مسائل این هست که مرد، ببینید اصولاً مرد چرا ازدواج کرد؟ ازدواج یک بار مسئولیت سنگینی هست، اما اون نیازی که مرد داشت، همونطور که انسان گرسنه که میشه دنبال غذا میفته. حالا این غذا نمیدونم بالای درخت میبینی میره 20 متر بالای درخت تا بتونه 4 تا به اصطلاح خرما بگیره بخوره. این همه زحمت کشید، این همه خطر رو متحمل کرد. همینطور هم قضیه ازدواج،
مرد به خاطر اون به اصطلاح نیازی که داره، نیاز به اصطلاح عاطفی و شهوانی که داره، دنبال زن هست و این مسئولیت رو به جان و دل میگیره، این همه زحمت میکشه، این همه خرج میکنه. وقتی که این فضا براش کمرنگ شد، مرد نیاز داره به زنش، اما زن چی؟ زن چون که خودش به اصطلاح سردتر هست، اصولا سردتر هست، وقتی یا مشغول به فرزندانش هست یا مشغول به زنهایی که مثلا کار میکنن، نیاز خانواده رو برطرف میکنند یا نمیکنند. در حال کار برای زن یک اجبار نیست، یعنی یک اختیار هست، اما این اختیار باید طوری باشه که اگر این زن کار میکنه نباید به حساب قضایای عاطفی شوهرش باشه. اگر اون به اصطلاح به قضایای عاطفی شوهرش نرسید، دیگه حق نداره که به شوهرش بگه چرا مثلا زن دوم گرفتید. شوهرش حق داره زن دوم، سوم، چهارم بگیره، اما به هیچ عنوان این حق رو نداره که به زنش خیانت بکنه. این مسئله رو هم باید خانم ها مد نظر داشته باشند که شوهر یک زن جذاب و خوب میخواد. حالا تو فرزند داری، مریضی، نمیدونم کار میکنی، این مشکلی هست که هیچ ربطی به این نداره که شوهرت چی میخواد. آقا طرف گرسنه است، غذا میخواد، حالا شما بیایید بگید که آقا گاز نبود امروز، برق نبود، فلان نبود، اون که مشکل اون رو برطرف نمیکنه. مشکل اون رو این برطرف میکنه که یه غذای درست بهش بدید. شما موظف هستید که در به اصطلاح فضای خانواده جذاب و شیرین باشید برای همسرتون و عشق و علاقه ای که در خانواده هست باید همیشه پایدار و مداوم باشه. و یه موردی هم هست که البته مردها رو به انحراف میکشه، اون مردهایی که خودشون هوسباز هستند، مردایی که به اصطلاح فیلم‌های مبتذل نگاه میکنند، نمیدونم عکس‌های مبتذل نگاه میکنند، یا با افراد مبتذل و پوچ رفت و آمد دارند که حرفشون همینه. این هم میخواد که خودی نشون بده که به اصطلاح من از شما کمتر نیستم. ما از قدیم میگفتیم که خر از خر میبینه بار میبره. احیانا مردای اینطوری میشن دیگه، به هر حال کج میرن. یا موردی هست که این مورد احیانا پیش میاد و برخی به خودشون اجازه میدن که چون که مثلا مرد به زن هم خیانت کرده یا زن به مرد خیانت کرده، اون بیاد به خودش بگه که من با این صورت ازش انتقام میگیرم. به هیچ عنوان این اجازه رو نه زن داره نه مرد. ببینید ولا تزر وازرة وزر اخرى، قانون الهی است که هر کسی گناه خودش رو میکشه، زجر گناه خودش رو میکشه. هر کسی یه گناهی رو مرتکب شده خودش مسئول گناهش هست. نباید ما این مورد رو از یادمون بره که ما باید خودمون رو بسازیم. من مسئول خودم هستم. به هیچ عنوان اشتباهات دیگران اشتباه من رو توجیه نمیکنه. به هیچ عنوان اشتباه زن من یا شوهر من اشتباه من رو توجیه نمیکنه. اگه اون خیانت کرد این حق من ندارم که من خیانت کنم یا برعکس. پس این مورد رو باید مد نظر داشته باشیم و اینی که خب این خیانت یک ضربه بسیار مهلکی هست بر پیکر خانواده. بیشتر خانواده هایی که توشون خیانت صورت میگیره نهایتشون به طلاق میکشه، که البته ما توصیه به طلاق نمی کنیم، توصیه می کنیم که همون کاری رو باید کرد که شهرزاد خانم با شهریار کرد. و خیلی وقتا این خیانت در برخی از جوامع بشری، حتی وقتی که به خصوص وقتی که از طرف زن صورت میگیره، باعث میشه که اون زن جونش رو در این مسیر بده و کشته بشه مثلا. خب یعنی این ضربه بسیار مهلکی هست. توازن عاطفی، نفسی، روحی، روانی این خانواده رو به هم میریزه. اعتماد به نفس در این خانواده از بین میره. افراد احساس پوچی میکنن. برخی زنها رو دیدیم چون شوهرشون به اصطلاح بهش خیانت میکنه میره خودکشی میکنه، یا مرد میره خودکشی میکنه. یک نوع برهم ریختنی در این خانواده به وجود میاد که سر و تهش معلوم نیست که به کجا میرسه. یکی از مهمترین ضربه هایی که این خیانت به پیکر این خانواده میزنه اینه که آینده فرزندان این خانواده رو تباه میکنه. یه مورد اینه که به اصطلاح چون پسر دیده پدر خیانت میکنه اون هم راه اون رو پیش میگیره، یا دختر دیده مادر خیانت میکنه راه اون رو پیش میگیره. یه مورد دیگه این هست که ببینید این ان الله لا يحب
الخائنین هست که خداوند خیانتکاران رو دوست نداره و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خداوند این خیانتکاران رو اصلا راه رو گم میکنن. راه رو که گم میکنن خیلی وقتا خیلی طول نمیکشه که رسوا میشن. وقتی رسوا شدن کل فامیل و خانواده تحت شعاع قرار میگیرن. ببینید چقدر این مسئله مهم هست و یادتون نره شیطان با پیش خانواده ها و افراد که به اصطلاح ازدواج کردن بیشتر پرسه میزنه تا پیش جوون ها. واسه همینه که ما میبینیم که اگر کسی که ازدواج کرده به اصطلاح مرتکب فاحشه بشه، بازخواست و عقابش در شریعت الهی بسیار سخت‌تر هست از جوونی که مرتکب فاحشه میشه. اون رو با طلاق و تازیانه میزنن، این رو گردنش رو میزنن. پس قضیه خیلی ضربه بسیار مهلکی هست، نه بر فرد و نه بر خانواده کوچیک، بلکه بر کل فامیل و حتی آیندگان رو تحت شعاع قرار میده. شما تصور کنید شما میرید به اصطلاح خواستگاری یک خانمی، میگن نه این خانواده شما رو توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون خالش خیانت کرده به شوهرش. ببینید، چون دختر عمش چنین بوده، نه این جوون رو ما توصیه نمی کنیم که شما قبولش کنید. چرا؟ چون برادرش، چون پدرش، چون پدر بزرگش نمیدونم فلان اون آدم نابابی بود و کارهای زشت میکرد و آدم در پی فاحشه بود. پس قضیه یک قضیه بسیار حاد هست، یک بحرانی هست که به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. اینه که به اصطلاح افراد باید این رو مد نظر داشته باشند که در مسائل خانوادگی، در مسائل بسیار این مرحله، این منطقه به اصطلاح بسیار بحرانی و خط قرمزهای بسیار تندی زیرش هست که نباید بهش نزدیک شد. و همیشه هم خیانت میبینید با یه لبخند شروع میشه، با یک نمیدونم خوش و باش شروع میشه و به جاهای باریک میکشه. واسه همینه که خداوند متعال به ما امر کرده لا تقربوا زنا، نه گفته که زنا نکنید، فاحشه نکنید، بلکه گفته بهش نزدیک نشید. نزدیک شدنش با یه لبخند میتونه باشه، میتونه با یه تلفن باشه، میتونه با یه چت باشه، میتونه به راههای بسیار عادی باشه که باید ازش دوری کنیم. عزیزان وقت به پایان رسید و انشالله تا نیم ساعت دیگه بعد از برنامه بنده در خدمت شما هستم با راههای ارتباطی. افرادی که به اصطلاح سوالاتی دارن هم میتونن در این نیم ساعت بفرستن و در خدمتشون باشیم. تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم و امید هست که بتونیم این برنامه ها رو پیش ببریم و پیامش رو به خانواده ها و به جامعه منتقل کنیم تا در ساختن جامعه با هم دست در دست هم سهمی رو ادا کنیم. الله یارتان.